پیش از آغاز آزمون نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه بر راهبریت شعبه معارف، آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان ناظرات انداز نوحیه برای در سطح لازمی برگزار کردن دور اول آزمون اظهار سپاس نموده، اشتراکچیان دور نوحیوی را بار دیگر با ترتیب و شرط‌های آزمون به طور فشرده شناس نمود. از هیئت حکمان نیز دعوت کرد که با استعداد و هنر هر یک داوطلب به طور شفاف و از همه مهم بی‌غرضانه بهاگذاری نمایند. اگر خواننده از بهای گذاشته شده اظهار ناراضگی کرد، حتما دوم باره مهارت و استعدادش را مورد سنجش قرار دهد. یگان اشتراکچی بعد از این تالار آزرده و نارضا بیرون نبراید، زیرا کودکان و نوسان شاید روز و شب سر موضوع محتوای یک رسم زحمت کشیدند و اگر حکمان به زحمتشان سرسری بهاگذارند، این میتواند آنها را راه افتاده کند. پس از شناسایی با غالبان، راهنمای رسم‌ها تحت عنوان انداز از نگاه نورسان آغاز یافت. مقصد این نومیناسیون به طور فهمو، آسان و ساده توسط رسم‌ها فهمانیدن ماهیت و اهمیت انداز است. رسم‌هایی که کودکان و نورسان مورد مرض حکمان و همسالان خود قرار دادند، از آن شهادت می‌دادند که کودکان و نورسان به عمق موضوع درست سرفهم رفتند و مطابق خیالات و اندیشه‌های کودکانه آن را روی تصویر کردند. کارمندان مقامات انداز رسم‌های زیبا و پرمحتوای کودکان و نورسان اظهار قناعتمندی کرده بیان داشتند که موضوع همه رسم‌های پیشنهاد شده به طلبات و شرط‌های آزمون پاسخگو هستند. به قول متخصصان ساحه انداز، یکی از هدف‌های اساسی این آزمون از خردسالی به کودکان و نورسان فهمانیدن ماهیت و اهمیت اندازسپاری میباشد. کودکان و نورسان باید با کمک و دستگیری آموزگاران و والدان از خردسالی درباره معاملات پولی و مالی معلومات بنیادی داشته باشند تا در آوان جوانی بودجه اولوی خود و عهده‌داری‌های نزد دولت را سرشته کرده توانند. مبلغ‌ها را صرفه‌کنانه استفاده برند و به اسرافکاری راه ندهند. در نومیناسیون رسم بهترین تحت عنوان انداز از نگاه نورسان زیاد از 25 نفر داوطلب شرکت نمودند و به هر یکی آنها امکانیت داده شد که در دایره تا 5 دقیقه تصویرهای خود را به حکمان شرح و توضیح دهند. در رسم کشیده من یعنی که شهری بر هوای اومده شده است که در آنجا یعنی که انشاءات‌هایی که همه روزه و همه وقته لازم میباشند اومده است. و مثال بیمارخانه که تمام مردم به بیمارخانه دائما لازم دارند. از همین لحاظ یعنی که برای که اگر اهالی جمهوری تاجیکستان خواهند که تمام آنها در تمام کنج و کنار جمهوری تاجیکستان در چنین شهر با شکوه زندگی نمایند، باید پیش از همه انداز را سری وقت و دسترس به بانک ها سپارند و در اینجا یعنی که مرکزی سودا تصویر یافته است که باید که پیش از همه تاجران انداز را سپارند و بودجه دولتی یعنی غنی گردیده از حساب آن ما میتوانیم که شهر خود را، منطقه خود را، دهه خود را و در عموم تاجیکستان خود را آباد سازیم. به گفته کودکان و نورسان، قبلا تا این وقت درباره انداز و فعالیت مقامات انداز تصورات خیلی ناچیز داشتند، اما بعد اعلان آزمون و شرکت در آن دایر به این ساحه مهم معلومات زیادی را پیدا نمودند. اکنون میدانند که انداز چیست و به چه مقصد مصرف می شود و برای چه شهروندان حصه از درآمد خود را به بودجه دولت میسپارند. هیئت حکمان هم به مهارت رسامی نورسان توجه ظاهر میکردند و هم درباره مقصد، مضمون و ماهیت آنها سؤال‌ها می‌دادند. در نومیناسیون دوننده بهترین کودکس جمهوری تاجیکستان دانشجویان و صاحبکاران شرکت نمودند و به سؤال‌های حکمان پاسخ گرداندند. دانستن حقوق و عهده‌داری‌های اندازسپارندگان و رسالت مقامات انداز، مسئولیت اندازسپاری شهروندان عاید به اجرای عهده‌داری‌های انداز، شرح و توضیح باب و ماده‌های کودکس انداز جمهوری از جمله آن سؤال‌هایی بودند که داوطلبان به آنها جواب گرداندند. پس از تحلیل و بررسی، هیئت غالبان آزمون هر دو نومیناسیون را معین و در تنوی به آنها افتخارنامه رئیس ناحیه و مکافات پولی تقدیم نمودند. هیئت حکمان بار دیگر غالبان را تبریک نمودند و از آنها دعوت کردند که دانش نظریوی و عملی خود را باز هم بیشتر صقل داده به دور ولایتی آزمون با آمادگی جدی‌تر حاضر شوند، زیرا در دور ولایتی بهترین رسامان و دونندگان کودکس انداز جمهوری تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های ولایت شرکت کردند و رقابت باز هم شدیدتر